سلام علیکم، ماتون چطوره؟ خوب این رو براین؟ میگم ما به نظرتون این موی من بهتر شده؟ یه چند روزیه دارم روغن دختر رو میزنم، شاخشاخکیاش که بهتر شده. حالا میخواستم در همین زمینه روغن یه داستانی از مولانا براتون تعریف بکنم. تو مثنوی معنوی اومده. یه زمانی یه بقالی بوده. اون موقع مغازه بقالی همه چی داشتن، از شیر مخت و جون آدمی زاد. یه توتی تو مغازش نگه می‌داشته. توتی رو هم خیلی دوست داشته و سخنگو بوده. یه شب که در مغازه رو میبنده و میره، یه گربه میاد تو مغازه. توتی بنده خدا هم هول میکنه، پرواز میکنه و میزنه ظرف روغن و میشکونه و میرزه زمین. بقال که میاد میبینه ایداد بیداد یه عالمه روغن پخش و پلا شده کف زمین. میزنه تو سر توتی از عصبانیت که تو چرا روغن رو ریختی. بعدم این توتی از استرس و ناراحتی